سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به این برنامه امروزی. من امروز خواستم که یک پیزای خانگی را برای شما ویدیو بگیرم. امیدوارم که برایتان مفید تمام شود. میریم میبینیم طرز تهیه خمیر این پیزا را. من اینجا همه موادهای خمیر خود آماده کردیم. من اضافه میکنم 2 قاشق مای خمیر و 2 قاشق نمک، 1 قاشق پوره را در سر خمیر، 2 تا تخم مرغ و 1 گلاس روغن. ما از قبل 2 گلاس شیر را هم گرم کردیم، پیش دست خود ماندیم که امروز خمیر کنیم. میریم میبینیم طرز خمیر پیزای امروزی ما را. دوستا میتونین مقدار و اندازه خمیر خود و بستگی به ما اعضای فامیل داره و چقدر نفر هستین شما در خانه همون قدر بگیرید. ما در خانه نفر زیادتر هستیم. ما تقریبا از این خمیر 3 دانه پیزا جور میکنیم. باز بعدا میبینین که پتنوس پیزا ما چقدر هستن. خمیر خود قاطی میکنم همه چیش را و شیرش هم با ما اندازه کار میکنم که مناسب باشه، نه داغ باشه و نه سرد باشه که خمیر ما جوش نکنه یا نرسه. دیگه خمیر خود بسیار نرم و همیشه ما خمیر پیزا را خیلی سخت نمیذارم، نرم است. به این اندازه میبینین که اینقدر نرمه. یم از خمیر ما تقریبا آماده شد. میمونم برای 40 دقیقه که خمیر ما برسه و آماده شود. میریم خمیر خود میمونیم اینجا برای 40 دقیقه. میریم دیگه موادهای پیزا خود آماده میکنیم. اول شروع میکنیم به سرخ کردن سینه مرغ. ما سینه مرغ از قبل گرفتیم، خرد کردیم، خیلی خرد کردیم. اینجا روغن ریختم و این سینه مرغ میریزم سرخ میکنم. در این سینه مرغ ما فقط سیر اضافه میکنم و مرچ سیاه، یک کمی زردچوبه و نمک. البته من اینجا یک اشتباه کردم که زردچوبه را پیش از اینکه سینه مرغ ما سر روغن بیای اضافه کردیم. شما دوستا همیشه وقتی دیگه میکنیم اگر گوشت باشه هر چیز باشه سر روغن بیایه بریزین، خیلی خوش رنگ میشه. دیگه همین رقم مورم آماده میکنیم. گوشت سینه مرغ من اینجا گذاشتم که سرخ شود. موریم روبی پیزا را آماده میکنم. من از روب استفاده میکنم در پیزا، یعنی ضرورت نیست به این روب که من آب اضافه کنم، چون که خودش به اندازه کافی آب داره و نرم است، روبای سخت نیست. در روب ما یک ذره نمک میریزم و مرچ سیاه، تقریبا موادهای دیگه هم میریزم سرش. میمونم که خوب سر روغن بیاید. روب ما هم اینجا آماده شود.
خمیر ما بعد از 40 دقیقه آماده شده، خیلی خوب شده، جوش کرده، بالا آمده. ما رو هموار میکنم. نیم پتنوس تاش پتنوس از ما این قدر است، یعنی نه کلان است نه خورد است، معمولیه. داش ما هم گازی است دوستان. شما اگر داش برقی دارید دیگه داش هم درجه هایش متفاوت است، نمیتونه آدم بگوید در چی درجه باید روشن کنین. همون قدر درجه که یعنی نرمال است، نه مسوزه نه خام میمانه، همون قدر شما درجه داش خود روشن کنین به این پیزا. هم از سینه مرغ آماده شده دیگه، خیلی سرخ شد، همه موادش جذب کرد، کاملا آماده است. هم از رو سرخ کرده ما که هم آماده شده، هم همه موادهای پیزای ما که اینجا پیش دست خود موندیم. دوستان خمیر را یک چند دقیقه وقتی میمونین در پتنوس هموار میکنین، برای 10 دقیقه اگر بانین خیلی خوب میشه. در پتنوس بماند، بعد مواداش به سرش اضافه کنین، خیلی خوب میشه به نظر من. دیگه من همون رقم کردم، یعنی 10 دقیقه ماندم خمیر خوده، بعد مواداش رو الان سرش اضافه میکنم. ما از دلمه شروع کردیم. من از این پیزا فقط دلمه سبز گرفتم. میتونین دلمه سرخ و دلمه زرد هم استفاده کنید، ولی من میره در خانه داشتم فقط دلمه سبز استفاده کردیم. دوستا همه موادش به انتخاب خودتون هست. میتونین پیاز استفاده کنین و میتونین پیاز را حذف کنین، هر کی دوست داره همون کار همون چیزی که میخواد میتونه بندازه، به خاطر که بعضی کسا هست که پیاز دوست نداشته باشه. شاید من اینجا در یک دانه پیزای خود پیاز استفاده میکنم و در دیگریشی نمونم. من از این پنیر پیزا استفاده میکنم که آماده است، ضرورت نیست که ما را رنده کنیم، آماده است پیش دستیم. من از قبل داش خود روشن کردیم، الان پیزا خودم میمونم. برای 25 دقیقه پایین گاز روشن میکنم، یعنی پایینی داشه و 25 دقیقه دیگه بالایش روشن میکنم، به خاطر که یک دست پخته شود هم داخل داشه.
پیزای ما آماده شد تقریبا دیگه. امیدوارم که شما هم در خانه درست کنین و خیلی خوشمزه است، خیلی خوبش میآید. این پیزا رو هر وقت میتونین، خیلی ساده و آسان است. امیدوارم که مفید تمام شده باشه. تشکر از اینکه بیننده برنامه من بودید. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتان.